ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Do you suppose that you will enter paradise though there has not yet come to you the like of what befell those who went before you? Stress and distress befell them, and they were convulsed until the apostle and the faithful who were with him said, when will Allah's help come? Behold, Allah's help is indeed near. آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید بیان که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک است.